رویا دوست آوازخوان مشهور کشور به سرطان مبتلا شده است و گریه‌های زارزار رویا دوست در صفحات مجازی و طلب بخشش خواستن از تمامی علاقمندان و دوستدارانش. رویا دوست چگونه به سرطان مبتلا شده است و در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. رویا دوست هنرمند ناماشنا، محبوب و سرشناس افغانستان است که این روزها نامش در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار کشور گل کرده بود. رویا دوست در کشور جرمنی زندگی می کند. در سال 2008 با اشتراک در کنسرت‌های آریانا سعید و رابطه هنری خوبی که با اسیب ساعد داشت، همه فکر می کردن گویا رویا دوست نامزد اسیب باشد، اما اینها حقیقت نداشته است. فقط رویا دوست با آریانا سعید رابطه دوستی خوبی داشته بود. رویا دوست جدیداً تصاویرش را در صفحات مجازیش منتشر کرده است که در شفاخانه است و به دلیل مبتلا شدن به سرطان خون بستری است و از تمامی دوستداران و علاقمندانش طلب بخشش و دعا خواسته است. رویا دوست نه تنها هنرمند خوب کشور بود، وی در فیلم‌های افغانی هم نقش بازی می‌کرد، سند رسامی، مجسمه سازی و نمایشگری را نیز یاد داشت. رویا دوست در آلمان از رشته هنرهای زیبا فارغ شده بود، ولی من آرزوی صحتیاب شدن و سلامتی برای رویا دوست از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان رویا دوست به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.